دوستان امروز میخوام در خصوص عملکرد گیربکس CVT و تفاوتش با گیربکس های اتوماتیک معمولی یا ATF یه توضیحاتی بدیم. دوستان تو گیربکس ATF ما بحث نسبت دنده رو داریم، یعنی اینکه به طور مثال وقتی میگیم دنده 1 مثلا نسبت به دنده 1/4 صورت میگیره، تو دنده 2 نسبت دنده 2/4، نسبت دنده 3 مثلا 3/4 صورت میگیره و دنده 4 نسبت دنده تقریبا 1/1 میشه. منتها تو گیربکس CVT ما تو حالتی که تو حالت درایو گذاشتیم بی نهایت نسبت دنده برای شرایط مختلف موتور ایجاد میشه. اینجوری نیست که ما بگیم یه حالت فقط دنده یکه. به طور مثال همونطور که میدونید دوستان این پولی محرکه و این پولی متحرکه. ببینید در حالت اولیه این پولی محرک ما قطر کمی داره، پولی متحرکمون قطرش زیاده. وقتی فشار روغن توسط دستوری که از والوادی یا همون ساعت میگیره فشار روغن افزایش پیدا میکنه که این حالت رو من با هوا الان ایجاد میکنم. ببینید دوستان هرچی فشار هوا رو من بیشتر میکنم پولی محرکم هی بزرگتر میشه و پولی متحرکم کوچیکتر میشه. دوستان خوب به این مسئله دقت کنید. الان فشار رو آف میکنم، برمیگرده سر جا خودش، دوباره فشار ایجاد میکنم، حالتهای مختلف رو ایجاد میکنم. دوستان تو گیربکس CVT همونطوری که اسمش پیداست و یک گیربکس متناوب، سرعت متناوب برای ما ایجاد میکنه و ادامه دار، هیچ حالتی نیست که ما بگیم این حالت دنده 1 یا حالت دنده 2. همیشه نسبت به گشتاوری که خودرو نیاز داره نسبت دنده رو برای ما ایجاد میکنه که میتونه بی نهایت نسبت دنده توی اون محدوده‌ای که ما نیاز داریم برای ما ایجاد بکنه و این مسئله سبب میشه که هیچ وقت توی رانندگی راننده نیازمند یک دنده بین تا دنده‌ای که هست به نسبت دور موتور و شرایط رانندگی و جاده نیازمند نشه. چون همونجور که میدونیم بعضی وقتا هست دوستان ما تو دنده‌های معمولی یه حالتی برامون ایجاد میشه که مثلا بریم دنده 3 و 4 یه چیزی بین این دوتا رو نیاز داریم که بهترین گشتاور برای ما تولید بشه داخل گیربکس. تو گیربکس CVT دیگه این مسئله رو نداره و حالا ما این گیربکس CVT رو تعمیر کردیم و علیرغم اینکه داریم تست میکنیم که ببینیم آیا این میزان پولیایی که اون آببندهایی که داخل رینگ‌های کربونی که داخل پولیا قرار داره هم تست آببندیشون رو انجام میدیم، همین که زنجیر و پولیامون رو تست میکنیم و همین که گفتم بحث عملکردش هم برای دوستانمون یه توضیحاتی داده باشم. دوستان مرسی که توجه کردید. امیدوارم که این مطلب واقعا به دردتون بخوره. خیلی ممنون.